مذهبی صحیح ترین اهل سنت و جماعت. اما در میان اون 6 کتاب یگانه کتاب سننی که در ترکیبش حدیث موضوع داره همین سند ابن ماجه است. او دیگه روش نداره. اگه صحیح بخاری مسلم یا جوی گاب نیست، همه روایتش صحیحه. مثل در سنن نسائی و ابو داود ترمذی حدیثای ضعیف هم یعنی طوری میخورن. اما در سنن ابن ماجه حدیث موضوع هم هست. از جمله میگه که این حدیثای موضوع میگن در سنن ابن ماجه والله علم از 17 تا 25 حدیث موضوع هست. این همین مفتی تقی اسماعیلی هم در درس امام ترمذی در کتاب درس امام ترمذی ذکر کرده. یکی همون روایت موضوعه در نمی شبی برای تمام اومدگی روایت حضرت علی کرم الله وجهه است که میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت اذا جاء لیلة نصف شعبان فقوموا لیلها و صوموا نهارها او صوموا یومها. وقتی که شب نصف شعبان اومد شب قایم بداره روز شب روزه بداره. زیرا میگه خداوند متعال نزول میکنه و تا دمیدن صبح صادق ندا میکنه من یدعونی فاستجیب له و من یسألونی فاعطیه و من یستغفرونی فاغفر له. همین روایت محدثو بسیاری محدثو گفتن که موضوع است. روایت موضوع است. کسی دلیل میکنه که در سنن ابن ماجه روایت موضوع است. همین دلیل میکنه. اما در همین باب حدیث حسن هم روایت شده است. حدیثی که از ابو موسی اشعری روایت می شود میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود این الله لا یطلع فی لیلة نصف من شعبان. خداوند میگه در همین شب نصف شعبان ظاهر میشه و همین لفظ اومده فیغفر لجمیع خلقه گناه تمام خلقش می آموزه الا لمشرکین او مشاحن مگر همین دو طایفه را که دو طایفه مورد رحمت و مغفرت خدا قرار نمیگیرن. یکیش مشرکو کسی که شرک به خدا داره خیلی دیگه جای شک شبهه نیست که کسی شرک به الله داره بخشیده نمیشه. این الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک به الله هرگز نمیبخشه اگر گناه کمتر از این باشه اگر بخواهد الله عزوجل با فضلش میبخشه. این مشرک معلوم کسی که شرک به الله داره بخشیده نمیشه هرگز. مشوحین چرا میگن؟ شخصی که کینه داره، عداوت داره، بغض داره، دشمنی داره، مقصد دیگش سیاهی با یک مسلمان این شخص مشوحین میگن. مثلا میگن که به فلانی برد اشتی کرد اما قبول نمیکنه. اصلا کویتری بدبختو زیاد هست. و فرزندو که در اخشاعت و بعضی کسایی هسته که اشتی نمیکنن همین طایفه را مشوحین میگن. متاسفانه اگر با در بین خبوص باشه حکمش با سخته رو زیادترک میشه. همین خودش جای ترس و حراس هست. شخصی باشه که خدای تعالی در همین شب رحمت نعمت گناهش نبخشه. چه واسه در مسئله نمازش نگون نماز خاصه حقیقتا در شب برات نامده است. اما اگر انشالله همین نماز تهجد اقلا سعی کنن مردم بخونن نور علامه میشه. انشالله حالی کسی که قیام شب درو نماز شب درو تهجد میخونن. ولی یک سوال کرد گفت همین نماز تسبیح چی نخونن میشه در همین شب بخونن باشه. خیلی امروز در حیات اقلا یک بار بخونیش دلالت میکنه. اینم در همین شبی چیز بیکور یا شب تا صبح وقت امکانیت هست اقلا همین نماز تسبیح در همین شب نمیخونید یا وقتی مرد میخونی شو. همین نماز تسبیح در سنن ابو داود و در جامع سنن امام ترمذی روایت شده. هم روایت با مذهب ما موافق از ابن مبارک اینجا اومده.
هم روایتی اومده که موافق مذهب اینم شوافی است چون جلسه استراحت دارن اگر اون چیزی که با مذهب ما موافق توری یگون اشکال نداره همون رو اگر انجام بده انشالله نور عمومی نماز تسبیح روایتی حضرت عبدالله ابن عباس که میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عمکش عباس مراجعت کرد یا عباس یا عمه عمه جان عباس سر خبر بتون از نمازی که اگر همین نماز بخونی خدای تعالی گناههای پیشینه و گناههای مقصد نهوتا گناههای بزرگ خورتا صغیر و کبیره چیزی را که اشکار کرده چیزی را که پوشیده کرده از گناه ها میبخشد. بعد حضرت تعلیمش داد گفت عمک در همین نماز تسبیح بخوان گفت اگه در مسئله که همین نماز تسبیح که خونده میشود یگان نصی صریح شرعی نیست در کتاب فقهی از جمله همین ابن عابدین شومی در مطلب اومده است که بروز خوندنش اولوتره میگه شب باشه شبی برات باشه مثلا شب قدر باشه شبایی که در شب قیامش فضل ثواب است در شب بخونیش انشالله هیچ اشکال نداره زیرا خیلی یگان نصی صریح شرعی ناومده است وقتی خوندن همین نماز تسبیح گفت 4 رکعت نماز میکنه رکعت اول بعد سبحانك اللهم بعد الثنا قبل از اینکه شروع به قرائت کنی 15 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بعدا تعوذ و تسمیه را میگوی اعوذ بالله بسم الله فاتحه را میخونی زمین سوره میکنی بعد خلاص شدن قرائت قبل از اینکه رکوع کنی 10 مرتبه دیگه میگوی در همین قیام علیک 25 تاشی بعد رکوع میکنی بعدی تسبیح های رکوع بعدی 3 بار سبحان ربی العظیم گفتن 10 مرتبه دیگه میگوی بعدی سمع الله لمن حمیده گفته وقتی که قومه میکنی در همین قومه 10 مرتبه دیگه میگوی قومه شون همون حالتی که راست میشه که سمع الله لمن حمیده ربنا ولک الحمد اونم را دیگه بعدی سجده میکنی در سجده بعدی 3 بار تسبیح سجده را گفتن 10 مرتبه میگویش بعد الله اکبر میگوی جلسه یا جلسه میکنی اونم شیشتنی که بین 2 سجده است در همین شیشتن 10 مرتبه دیگه میگویی بعد یو با سجده دیگه ما میکنی بعد تسبیح های سجده 10 مرتبه میگویی یعنی در یک رکعت 75 تا میشود بعد میخیزی روی چی جمع گفتم که موافق مذهب ما اون در روایتی که از سفیان ثوری بیارن در سنن ابو داود اومده است در اونجا انا 10 تا پیش از بر رکوع رفتن نیست هم در قیام در ابتدا 15 تا میگن همین 10 تا اخیرانه وقتی که از سجده دیگه میخیزه قبل از اینکه با قیام خیزه با قیام رکعت دیگه میشینن در مذهب شوافی مثلا سجده یا جلسه استراحت هست کم میشینن با میخیزن انا اونجا دا میگن ایمو که در همون این روایت ابن مبارک عبدالله ابن مبارک قبل از اینکه با رکوع میره 10 بار میگوی دیگه حجت به همون نمیمونه در یک رکعت 75 تا در 4 رکعت 300 تا میشه و گو یا عباس همیرا اگر بتونی هر روز بخون اگر هر روز امکان پیدا نکردی یک هفته به یک مرتبه بخون اگر در هفته هم نشید در یک ماه 1 مرتبه و میگه که در 1 سال 1 مرتبه اگر بسیار تنبلی کرد و میگه لا اقل در حیاتت همیرا 1 بار بخون سبحان الله درهای جنت وا بود امروز از بی‌دماغی گفتیم فردا عمر گذشته و رفته است خیلی با این روز میخونم با پگه میخونم پگه دیگه میخونم همین را ما تخمین کردیم تخمین شاید همین اگر آرام و خوش رو بخوری یک 15 دقیقه میشه 15 20 دقیقه اگر آدم بسیار به حضور باشه میگه چنان راحت میشه 15 20 دقیقه اگر آدم بسیار به حضور باشه میگه چنان راحت میکنی یک لذت عجیبی داره یک کیفیت داره در شب همین نماز تسبیح بخونی قیام کنی ان شاء الله بسیار فضیلت است پیش تو با جماعت با با جماعت نه مشروع نیست
در مذهب ما با جماعت خوندن نمازهای نوافل فقط همه شرط است که با نص شرعی ثابت است مثل تراویح نه بچگی حساب نکن بچگی هم شماره کردن کرایت دلیل شو بعضا ذوق میکنه در این رمضان میگیم در شب قدر میگیم اصلا فضیلت شب برات است خودش هم شاید رحمت شده در اون منتخبش هم در فضیلت شب برات گفته است شب چنین در هفت آسمان بر رحمت باز ز خویشتن نفس ای پسر به حق پرداز چه روزها به شب رفت در هوا و هوس شب بروز کن آخر به شکر و ذکر و نماز نگوی شب به عبادت چگونه روز کنم خلقت نکرد ای بجا شب تا سحر چگونه میکرده روشون محیب رو ننماید شبی وصال دارد دعوی محبت میکنید در شب یکمی عروسی خود میبرد خود میبرد کریم عزوجل غیبدان و مطلع است گرش بلند بخوانی و گر به خفیه و روز سر امید فرودار و روی عجز بیمال بر آستان خداوندگاری بنده نواز یک شب به دست که این شیخ سعدی را ببینه با چه شور و شوق صفتش میکنه اما روزش روزه داشتن به نسی صریح شرعی سنته زیرا در ایام 20 میگوید در سنن ابو داود در سنن ابن ماجه سنن ترمذی روایت اومده است از حضرت ابوذر غفاری میگه امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم بصیام ایام البیض رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر روزه ایام 20 ما را امر کرد 13 و 14 و 15 روز 13 14 15 همین سحر شب برات 15 میوخی یک روز پیشش میگیری 14 کسی که انشالله 3 روز ایام 20 روزه میگیره سنت قطعی عمل کرده دیگه دوره روزه داشتنش انیقه این جای شک شبه نداره بعد بزرگو بسیار صفتش کرده دیگه این جای شک نیست امام شافعی میگه بلغنا ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال اما میگه روایت رسید که دعا پیش پروردگار در همیش 5 شب زود اجابت میشه و میگه فی لیلة القدر در شب قدر در شب جمعه عیدین در شب اول ماه سفر اچی ماه رجب و در همین شب نصف شعبان دعا پیش پروردگار اجابت میشه انشالله خوبه خیره مردم دیگه همین طاعت عبادت من کردیم به عملی ای فلانش ضعیف ای فلانش ایتای اوتای همه روایات ضعیف هم اگر موضوع نباشن اگر ضعیفی واه نباشن در فضایل عمل استفاده بودنشون هیچ اشکال نداره انشالله نور علی نور خیره رحمت همین شب انشالله شبی برای استفاده داشت